سلام به عزیزان دل. آقا روزتو با 3 چیز روشن کن. اول پروردگارتو شکر کن که زنده هستی و سالم و عزیزت کنارته و میتونی صدایی دوباره باشی و شانس دوباره داشته باشی برای اینکه صدای مردم مملکتت باشی. و تو این روزایی که همه جور خبر تو این دنیا پخشه که همه ما رو داره ناامید میکنه، شاد میکنه، غمگین میکنه، بالا پایین میکنه و تو این روزا وقتش نیست که ما خسته یا ناامید بشیم. همه ما میدونیم چه به کمک آمریکا و اسرائیل و بدون اینا ما باید بتونیم و فقط خودمون هستیم که میتونیم به خودمون کمک کنیم و این رژیم رو توی گور فرو کنیم. ولی 3 چیز دیگه میتونم بهتون بگم که هر موقع تو این راه ناامید شدین به 3 چیز فکر کنید و قوت قلب بگیرید. 1 خیزش مردمی و میلیونی شیر و خورشیدی که همه اون عزیزان رفتن، میلیونی رفتن و جونشون رو فدای این انقلاب کردن و اون کسایی که توی زندان هستن. 2 حتما به پرچم شیر خود نشان ما، سرنگ قشنگ عشق ما فکر کنید. و 3 و آخر رضا شاه، شاهزاده رضا پهلوی. هیچ وقت اینا رو یادتون نره. جای خستگی نیست، جای ناامیدی نیست. همچنان با همون قوت قلب برید جلو، پست بزنید تو سوشال میدیا، برنامه هست برای تظاهرات، اونا رو حتما برید. اگه نمیتونید فیلمی ویدیویی درست کنید، شیر کنید، کامنت بذارید، لایک کنید، هر کاری که میتونید. فقط استاپ نکنید، از کارتون عقب نکشید. مردم ایران به ما نیاز دارن، فقط ما هستیم که تو این روزا الان میتونیم صدای اون مردم باشیم. پس هیچ وقت و هیچ جا جای واسه ناامیدی نیست. و اگه بچه ناامید بشیم، اون جمهوری اسحالی به هدفش رسیده. پس عقب نمیکشیم، فراموش نمی کنیم و پیش به سوی جلو میریم. زنده باد ایران، زنده باد شاهزاده رضا پهلوی و جاوید شاه.